زندان در او سیاه شاله ها جاش دادن. السلام علی المعذب فی دار السجون و ظلم المطامیر ز الساق المرزوق بهلق الغیود و الجنادة المنادى علیها بذل الازدغام. بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است. آی چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. مونسم در کنج زندان چون کسی جز دوست نیست. محبس تاریک هارون باغ رضوان من است. 14 سال هی از این زندان به اون زندان، از اون زندان به اون زندان. نمیدونم خدای نکرده هیچ وقت زندان کشیدید یا نه. صبح تا شومی زندانیا دور هم دیگه برا هم صحبت میکنن، حرف میزنن، اما همین که نزدیک غروب آفتاب میشه تمام غمای عالم میاد رو دل این زندانی رو میگیره. یه دفعه تو فکر میره خدا الان بچه هم چه میکنن. یه دفعه تو فکر میره آیا امشب زن و بچم چیزی دارن یا نه. خدا مسیب میگه یه وقت دیدم آقا داره ناله میکنه، آقا داره زجه میزنه، خیلی حالش منقلبه. گفتم آجون چته میشب خیلی ناراحتی؟ صدا زد مسیب به خدا دلم برا رضام تنگ شده. آی میخوام برم مدینه رضامو ببینم، میخوام برم مدینه رضامو ببینم. خدا پاش را میان کن کردن، زنجیر به گردنش انداختن. هارون الرشید خواست یه شکنجه روحیم به آقا بده، غیره شکنجه های جسمی چه کرد؟ دستور داد، گوش کنید، دستور داد یه زن آوازخون و مغنیه ای را از بغداد آوردن، یه زن بی حیایی رو. به این زنه گفت شما میری تو زندان، هر چه میتونی این پسر فاطمه را اذیت کن، اون که پول بخوای من بهت میدم. بشنوید،
زندانبان در زندان و وا کرد. ای زن آواز خونو تو زندان کردن و در و بستن. ای زن یه وقت نگاه کردید یه آقایی صورت رو خاکا گذاشته، های داره مناجات میکنه، میگه اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. یکی دو ساعتی گذشت، یه وقت زندانبان اومد در رو وا کنه ببینه این زنه چی کرده، بره گزارش کنه به هارون. وقتی در زندان رو وا کرد نگاه کرد دید این زنم صورت رو خاکا گذاشته. اون حقیقت موسی بن جعفر این زنه رو عوضش کرده، زنه منقلب شده، اینم داره داد میزنه میگه خدا. الله الله. زندانبان خواست در زندانو ببنده، یه وقت زنه صدا زد گفت نمیذارم درو ببندی، صبر کن من میخوام بیرون برم. گفت چه کار داری؟ تو باید تو زندان باشی. گفت من میخوام برم پیش هارون، یه حرفی دارم میخوام بزنم، اگه منو میکشدم بگوشه. گفت چی میخوایی بری بهش بگی؟ گفت میخوام برم به هارون بگم ناجیب ای آقا را چرا تو زندان گردی؟ های غریب آقا. آقا امام هفتم را با چند تا دونه رطب زهرآلوده مسمومش کردن. بعد از آنی که آقا را مسموم کردن، یه خانه نوعی بود و تمیز نزدیکی زندان. آقا را از میان زندان ای بازیگران بیرون آوردن، کن از پاش وا کردن، زنجیر از گردنش برداشتن، یه بستر تمیز تو اتاق پهن کردن، آقا را تو بستر خوابوندن. بعد فرستادن سراغ یک مش رجال برجسته شیعه بغداد، اونا را آوردن. زندانبان سندی ابن شاه که یهودیه، پیغمبر میگه هیچ جمعیتی به اندازه یهودیا منو اذیت نکردن. هارون آمده پسر پیغمبر و دست یک یهودی سپرده. سندی ابن شاه که زندانبان آقا را آورد میان ای خانه تو بستر خوابون. فرستاد بزرگان شیعه های بغداد آوردن. نقشه رو ببین. سندی ابن شاه گفت آیان شما رجال برجسته شیعه هستید، آقاتون برای حفظ بعضی از مصالح مملکتی مجبور شدیم چند روزی نگهداریش کنیم اینجا. پشت سر ما میگن کن به پاش کردن، زنجیر به گردنش انداختن، تو زندان مرطوبی جاش دادن. ببینید کن به پاشه، ببینید زنجیر به گردنشه، ببینید این اتاق مرطوبیه، تو بستر خوابیده. آقا مریض شده، ما ترسیدیم فردا بمیره، باز به ما بگید آقامونو کشتیم. بابا تو خانه‌ش هم آدم میمیره. ببینید آقا حالش خوب نیست،
من گفتم شماها بیاد اینجا زنده ببینیدش، بعدم یه نامه‌ای بنویسید، همه شهادت بدید. ما رفتیم آقا را دیدیم، جاش خوب بود ولی مریض بود، اگر مرد خود مرده. کاغذ و شیعه ها گرفتن بنویسن و امضا کنن. تا کاغذ رو گرفتن یه وقت آقا سرش رو از تو بستر بلند کرد، صدا زد آی شیعه ها ننویسین، آی شیعه ها امضا نکنین، به خدا منو زهرم دادن، به خدا جگرم و پاره پاره گردن. آی شیعه ها تازگی کن از پام برداشتن، آی شیعه ها تازگی زنجیر از گردنم برداشتن، شیعه ها امضا نکنی. صدای ناله شیعه ها و گریه شیعه ها بلند. سندی ابن شاهک لامذهب با دست خودش و هارون رو رسوا کرد. شیعه ها پا شدن قهر کردن، گریه کنان بیرون رفتن. آقامونو زهر دادید، حالا تو خانه نو آوردید، میخواید ما رو گول بزنید. سندی ابن شاهک پا شد، از پشت سر شیعه ها بیرون اومد. آی کافی بس دیگه، آی کافی بس دیگه، نخون دیگه، همینجا بسش کن، زبونت لال بشه، بس دیگه. شیعه ها چرا نگم سر بچه های فاطمه چی آوردن؟ آی امام زمان بگم یا نه؟ آی زهرا جان بگم یا نه؟ من که ناراحتی قلبی دارم، به خودش قسم نمیتونم با صراحت بگم، با اشاره میگم، اما این دستت مال خودت نباشه امروزا، از زیر بغلت بیاد بیرون، از این جگر داد بزن براش، بگم تو رو خدا گوش کن، همینقدر بهت میتونم بگم، گوش کن. سندی ابن شاهک، گوش کن، سندی ابن شاهک پشت سر شیعه ها اومد، شیعه ها رفتن، این یهودی در خانه رو محکم بست. گوشت بازه بگم یا نه؟ آی بمیرم، همینقدر بهت بگم وقتی برگشت تو دستش یه تازیانه بوده، دیگه با این تازیانه به بدن موسی بن جعفر چه کرده؟ ای خدا، یه وقت دیدن آقا داد